جوانانی که در اینجا آمدن خواهان آموزش هنرها می باشد و همچنان دفتر افسو یعنی سازمان صحت روانی این زمینه را برایشان آماده ساخته تا که بتواند به آرزویشان برسند و ممثلین به بسیار علاقمندی به این نهاد رجوع نمودند تا که این آموزش ها را فرا بگیرد. این دفتر برنامه های هنری مانند رسامی، خطاطی، سینما و آوازخوانی در این مؤسسه به طور رایگان تدریس می کند. این برنامه از طرف کشور جرمنی تمویل می شود و مدت 10 سال می شود در تمام نقاط افغانستان در بخش صحت روانی فعالیت دارد. اما مسئول بخش فرهنگی این نهاد دید متفاوت نسبت به فعالیت های این مؤسسه دارد. گزینه مشترک را بین فرهنگ و هنر و روان اینا دریافتند در این مدت 10 سال. بنان از 5 ماه به این طرف اینا در 6 ولایت افغانستان کارهای خود در بخش فرهنگ و هنر هم آغاز کرده. اما این تعداد از ممثلینی که در این کلبه کانتینری برای آموزش رفت و آمد دارد نظر متفاوت نسبت به آموزش ها دارد. به باشه که ما را در این رشته حمایت کنه. نگاه ما یکی از دوستان خواهی کانتینر بلدیت داشتن باز گفته که این یک جای است که برای شما این زمینه را فراهم می‌سازد تا شما در این رشته بیشتر پیشرفت کنید. یک برادر از خود که کلام دارم که اونا مرا زیاد تشویق میخواد در وطن و باعث شوم که صلح و امنیت در کشور جونم شد که شامل رسامی، نقاشی، تا جای ادبیات، خطاطی و بعضی از فنهای دیگه میتونه باشه. دختر خانمی که بسیار به هنر آوازخوانی شوق و علاقه خاص دارد همچنان میگوید علاقه‌مندی ما به آوازخوانی است. آواز میخوانم. سیمو میشن که آمده. بله فامیلم اجازه میدن، تشویق ما میکنن. افغانستان نسبت به کشورهای دیگر رشد نچندان در بخش فرهنگی داشته و با آن هم تعداد زیاد فرهنگیان علاقمند هستند که این نهاد به نحوی میتواند که در روند صلح و آزادی بکوشند. توفیق الله نوری، دفتر نی جوان.